برادر آهسته. برادر ما دقیقون کار دیگه نداریم. بخیر است چی شد؟ کار داری؟ یک کار دارم. خدایا توبه چی کار داره شوکت؟ تو نمیفهمی برادر، سیر است سیر. تو را دیگر از دست کنعانی دیوانا خلاص کردن نمیتوانم. گوش کن شوکت، از آن بانو هست که از دور باش. خدا بزنه تو باری رفیقه ارتیست. ارشاو گم شو. تلفن در کجاست؟ با خدا ما چیکار کرده ایستادیم نمیفهمم. بران با این آدم چیکار داشته باشد؟ من هم از کجا میدونم، هیچ نمیفهمم. لبای زورا دختر در دست ماست. اگر جناب استیورت رو آورده با ما ندهید دختر میمورد. چی ها میگوی آشنا؟ زورا؟ زیا به اینجا نه تو رو میکشن. زیا چی گفتی؟ شنیدی؟ 1 ساعت وقت داری. چی گپ است؟ من چی میدونم؟ امریکایی ها زهرا را دستگیر کردن. چی؟ آماده باشید. جناب استیورت رو که گرفتیم، زیا گفتن این آدم رو با رفیقش میکشیم. سینکیو. اکنون کارم با این امریکایی تمام شد. ما رو میشناسد. نیستش کنید. این امریکایی رو کارش را تمام کنیم چی هم؟ معلوم اینقدر برای دستگیر کردنش عذاب کشیدیم، کمی از کشتنش لذت بریم. مایلش نشانه نگذارید، کارش رو تمام کنید. بعدا منتظر خبری من برای کارهای نو باشید. تمام. رفتیم اونا پیش دارم. کنی بیا جناب خیز. رفتیم اونها رفتیم. زهرا را باید زودتر از دست آنها نجات دهیم. جناب، مکان خزینه را یافتیم؟ مکان خزینه بزرگ بیزنس را یافتن آنقدر کار آسان نیست. با این خزینه ها مملکت ها را خریداری کرده ممکن است. در دست ما تنها معلومات هایی هست که خریطه در کجا بودن خزینه را نشان میدهد. خریطه از 15 پارچه عبارت است و در 15 مکان استانبول پنهان کرده شده است. ما تنها پارچه اول را یافتیم. خوب جناب، دیگر پارچه ها را چخل میابیم؟ وقتی که خریطه اول را یابیم، پارچه دوم را نیز از درون آن میابیم. مکان هر پارچه ها در یک پارچه پیش از آن بوده جای داده شده است. فهمو جناب، برای یافتن پارچه اول خریطه چرا کارتکلاس و اونال را وظیفه ندادید؟ اول بینیم دانشمند امریکایی رو میکشند یا نه. همه اینجا جمع شدند. انیق زهرا را در ماشین قفا بوده داشتند. گوش کن کارتکلاس. امریکایی ها آدمانی باوری نیستند. پلیس را دعوت نکردند. انیق ما را کشتن میخواهند. نباشد پلیس رو دعوت میکردیم آنها این کار رو حل میکردن. سفسده نگو، دستگیر میشویم.
تو حاضر آهسته رفته بلونهای ماشینی که در پیش است میکفانی. بعدا زهرا رو از ماشین قفا بوده رها میکنی. من باشم آنها را بغم میکنم. از اینجا همه ما صحت و سلامت نجات میابیم. بسیار نقشه خوب کشیده ای. همه این کار رو من میکردم. عجبا تو خودت چی کار میکنی؟ حیاتم را به خطر میگذارم. مسخره باز. گوش کن. اگر من رو در اینجا هم تنها گذاشته روی تو را میکشم. تو هیچ به من باور نکردی. پرابلم داریم. خاموش باش. تمام تو را استیورت رو حل کن. من به نزد زهرا میروم. خیر را. با دقت باش. تو هم با دقت باش. فرا Stop! Don't move! عیشی don't move. میکشم او را میپرونم. لعنتی ها یکم کاری خطا نکنید. تو هم نکن. چی شده؟ شبات آبدار را خورده ترکی را یاد گرفتی؟ نجوم بند نکشم. خوب هستی زهرا؟ دروغگویی افلاس گفتی که این کارم را دیگر نمیکنم. ایست کمی از این آدم ها خلاص شدیم همش رو به تو میفهمانند. باز کردی. چرا اینقدر تو میزنی دختر؟ دستانت چقدر وزین است آخر ایستا. جناب استیورت را با ما ده. نزدیک نشوید میکشم او را. جناب استیورت را با ما ده. مردن را شما از هوش رفتن فکر نکنید. میکشم میگویم. دختر را بیاره. در ماشین است. جناب استیورت را دهید دختر را میدهیم. چی میگوی دوملا؟ تو رو با اونها دیم ها؟ دختر را بیاره. Go! ایستید چرخ را کفاندن. تسلیم شدید. پلیسی حقیقی آمد. کمان ترکیش من پلیس. پلیسی حقیقی هستم. از من نمیگوریزید. تسلیم شدید میگویم. از پلیس گذشته نمیتوانید. بفرانم. ایستو در این ماشین را شما میپرویم. و تو میگویم ماشین رو دار. تمام ایستادم تمام. من با تو گپ نمیزنم یزنم. ایست با کجا میروی؟ ایست. با تو چی؟ زهرا از برای خدا ایست. با کجا میروی؟ لطفاً ایست مرا گوش کن. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ گفتی که کارهای افلاسم را بس میکنم. بی‌تمیز دروغگو. زهرا شما چی از نه؟ از قانون میگریزید ها؟ حیف به شما، حیف به تو، حیف به هر دیتو. و چیز همه از پشت این بیشرف زندگیم رو محو کرد. زندگی تو رو هم محو نکند. حالا فرصت که داره از این بیشرف دست بکش. تو چی خیل گپ زده ایستاده ای؟ مگر به تو میزی بد همکار؟ چی خیل همکار؟ نو به یادت آمد که همکار هستیم. دادرم دیشب اونا مرا میکشتن. در کجا بودی تو؟ شما همکار شده اید؟ برای دزدیدن جنایت کردن همکار شده اید؟ یا خدایا این خواب باشد. کاش که خواب دیده ایستاده باشم. عذر میپرسم زهرا، اما حقیقت است. بله ما کم جنایت میکنیم، اما بین دخترم تو رو چی میگویم؟ حالا هم وقت داره از این آدم دست بکش. این آدم هست کو؟ این آدم تنها به خاطر جنایت کردنش زندگی میکند. چی خیل گپ زده ایستاده اون است؟ برای خدا چی خیل گپ میزنی؟ گپ زدنت رو دان. زهرا رشکی دارد برای همین چنین میگوید. باید از نت گوش نکن. من تو رو دوست میدارم عشقم، با تو خوشبخت شدن میخوام، اما این خوشبخت نشد. بخیلی کرده ایستاده است. با ما رشک برده ایستاده است. از پشت تو شدم بیشرف. از پشت تو شده همسرم مرا ترک کرد.
باور نکن تو به این، باور نکن. مرا گوش کن، این برای جنایت کردن زنده است. از برای خدا گپی زده‌ات را گوشت میشنود. چه گپ زده ایستاده ای؟ ما عائله برپا کردنی هستیم، تو باشی عائله ما را ویران کردنی هستی. خدا تو را لعنت کند. چه خیلی عائله، چه خیلی عائله. ابله زهرا با تو خانه‌دار نمیشه. البته میشود. زهرا زهرا دخترم، تو چه خیل با یک کلتکیل است، با یک خزنده خانه‌دار میشوی؟ به این هم اگر تو خواهیم با باید اجازت نمیدهد. اجازت میدهد. ما را حل کردیم. یا خدایا، اگر من جنایت نکنم اجازت میدهد، اما تو خاموش نمیشوی. انا چی گفتی؟ چی گفتم؟ اگر جنایت نکنم گفتی، یعنی خودی حاضر تو در میان یک جنایت مخصوصا وسط قرار داری؟ یعنی خودی حاضر به حساب نمیره. حاضر به حساب نمیرود؟ در جنایت شاگرد تو اگر ملائکم شوی، جناب اکرم این دختر را به تو نمیدهد پسرم. من با حال تا خانه‌دار شدم که جناب اکرم جانم را از بینیم کشیده گرفت. این پیرمرد بدبخت چه کارهایی که نکرد. یزنه لطفاً درباره بابایم درست گپ زنی. بخشیشم او هم خیلی بدبخت است. درست گپ زن؟ چه گپ زده است؟ اون مرا به بحر پرتاف قریب بود که میکشت، ولی من یک بار حتی از پسش مثل تو برای این بی‌تربیت گپ نزدم. پیرمرد بدبخت تو فلانی نگفتم. همین خیلی عزیزم. خب بدبخت باشه چیکار کنم؟ تو حالا هم گپ زده ایستاده ای؟ من تو را گوش کردن نمیخواهم، فهمیدی؟ از دروغ‌هایت، از کارهای افلاست، از بخشش پرسیدن‌هایت دلگیر شدم. زهرا، اگر این کارهای افلاست را ادامه دهی با تو هرگز خانه‌دار نمیشوم. زیا یک لحظه ایست، همش رو به تو میفهمونم. فقط مرا گوش کن. گوش کردن نمیخواهم. از پس من نیامد میروم. با کجا میره زهرا؟ لطفا نیا از پس من. ای زهرا، یا خدایا، با کجا میروی؟ با تو چی؟ تو چه گپ میزنی؟ کاری کردت رو دیدی؟ با جنایت زنده است، با تو خانه‌دار نمیشود. اون خسور است و خسور بچه چیکار کرده ایستاده؟ خیلی درست گفتم. یا خدای من، دیدی دختر رفت. از اونالی پدنالت یگون خبری نیست، مثل که زمین کفید و بزیر زمین رفت. سردارم سمن از یتیم خانه گریختم. چی؟ مادر کجا شدی؟ بیا اکنون. چیکار میکنی؟ ای بچه کوری چی تو؟ اگر حاضر جزیر کردی اما نزنه دختری تست درست بگی سازش کن. التماس خدا بزنه چرا من یک ساعت شدم که بانو را دوست میدارم نوشتم. حاضر درست میکنم بخی. بانو حرف بی کلام نیست؟ بی کلام میبه خدا بزنه تر بساوا داد. حیوان میمونی رنگ من مکتب عالی بخونی، خدمت کنی، دیپلم گیری. بگذار زهرا با کلتکیل خانه‌دار شود. تو در فکر زندگی خودت باش شیرینم. به اینم کلتکیل زهرا را دوست می‌دارد. اکنون دوست نمی‌دارد. چی خیلی دوست نمی‌دارد؟ مادر، اکنون ما با احمد یک جای پیوستیم. ای نیلیس، از برای خدا چخل پیوست شوی، چخل پیوست کرده ده. عقلت نمیگیرد، تماما نمیگیرد. ساده بوده است. بین چارلی چپلین. کی هستین؟ در فیلم ها از کو چپلین؟ چارلی چپلین تماشا کرده ای تو؟ بسیار حجبی است.
نگاه کن من با تو چی نمایش میدم. تماشا کن چی خیلی میکرد. دیدی بینیم در جایش نیست، بینیم با زمین افتیده است. نشد. ایست ها بین مرو، بین انا این رو دیدی؟ بین اکلی بین با تو چی نمایش میدم. اوه هپ 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 هپ. این نشفتید. این نشفتید. چی خیلی معقول شد؟ بنی من بجق بی یک برگه بشق کنی بی پینهان شبک بازی میکنه ممک پلیس میکنه من رفته چشمانم رو میپوشم بینیم که تو در کجا پینهان میشوی. عجبا با کجا پینهان میشده باشد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 99 30. سومان پنهان شدی؟ عجبا این دختر در کجا باشد؟ در تگ میز پنهان شده باشد. چی دختر؟ سومان در کجایی کنی تو؟ توک حالا تو را یافتم رفتم با دیوار توک میکنم. توک این نشد بار دیگر. یک بار دیگر نباشد من در اینجا چشمانم رو میپوشم تو باشی پنهان شو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پنهان شدی؟ سومان در کجا باشد این دختر؟ در زیر میز پنهان شده باشد. چی؟ دو اینجا نبوده است یا اینکه دو یا خدایا کنی با بیرو بارو بینیم. یا خدایا این دختر کجا شد؟ غیب زده باشد. چی؟ این دختر کجا شده باشد؟ کجا شد؟ سومان برو بسر. سومان کجا شدی؟ یا بچه سومان ندیدی؟ همینجا بود که سر دارم. چی خیلی اینجا بود؟ نیست آخیر اون رو در کریدور ندیدی؟ یا خدا دختر با کجا رفت؟ سومان دخترم در کجا هستی؟ سومان اینجایم. سومان خدا بگیرد با این بازی ها تلخم کفانی رفته در آنجا پنهان شده از. دیدی؟ بلا چایه سردارم اینجا امضا میگذاشته. بعدا امضا میگذارم مگر نمیبینی که بازی کرده ایستادم تو را من خودم امضا میگذارم بعدا. نه خیر تو چی کار کردی؟ تو در اینجا پنهان شدی با آنجا پنهان شدی خنده میگیرد تو را خنده ایستاده تو میخندی باز تو میخندی. کن اینجا بیا اینجا بیا تو بیا اینجا بیا کنی لیو شوقا بین این امکی شوکتت هست. هجری برای تو و خانم سلام دعوتنامه گرفتم. وای دختر برای تو میمرده است. واخورید این برنه نگویی. تمام کیکنان اگر خوشم آید رد نمیکنم. خوشت آید هجری. خوشت آید. معقول کن تو که من هم بانو رو گیرم می. بعد چخ میکنیم کیکنان. رفتن نماز خفتن رو خونیم. رفتیم خونیم هجری رفتیم. دیگه پا نمیفهمی؟ بد اخلاق. تو چی خیلی آدم است که مغازه شکرخند پورا میگیری ها؟ اکا دیگر از او پورا نمیگیرم. ای دوچه فانی به شرف. نمک تو چی میگویی این رو ما پرونیم ها؟ البته میپرونیم برادر. اگر ما او رو نپرونیم اکای کانون ما رو میپروند. پرونونش رو پرونم. هیچ گوشت نمیدم هفته میپسنجا. بخدو بیزور کدن همیو. اوی که بود. تسلیم شوید. هر دویت همه چیزتون رو پرتاید. سلاحتون رو پرتاید. در این شهر همه جنایتکار را دستگیر نکنم. این شهر برای جنایت نیست. شکری خدا که تی دیوانه اومد. اگر پلیس می اومد ما چی کار میکردیم؟ من دیوانه نیستم. پلیسی حقیقیم. کمیسر کالومبایم. بچه بیا گمش کن. بیا به این کار نگیریم که هفته پیشتر هم بینیمون رو شکسته بود. راست میگوی برادرو. لیکن این دفعه ناموس نبرداشته است. تو میدونی که مرا نمک میگن. نمک دیوانه میگن. یک به یک بزنی. بیا نه تو برا بیا ایچه بیا نه گریز پیش بیا برادر
چند نفر بودند؟ 21 24 25 27 39 السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت پیش برا. حشرکی من زدن هم بیاد دارم. باز کسی دیگر هم بود. پیش برا. مرحمت آقای پلیس اول شما داره؟ نه اول شما مرحمت کنید. شما قرارتر هستید. گذارید. شیده تو باشه. گفتم کو در این شهر همه جنایتکاران را دستگیر میکنم. حاضر چیکار کنم؟ این ابلهان را به شعبه برده سپارم یک مالش دهند. ایوا اگر مادرش نیاید چیکار میکنیم؟ تکرارا به یتیمخانه میسپاریم شیخا. بشخی؟ بله. من همینجا بمانم. من را به اونجا نفرستانید. خودت گفتی که مادرم من را از اینجا آید میگیرد. میگیرد دخترم میگیرد. تو پروا نکن. بیا امکی پلیس بازی میکنیم. شما گپ میزنید و تمام. گپ نمیزنم بازی میکنیم. چی بازی کنیم؟ تو اسپکی من میشبی. تمام دخترم من اسپکی تو میشوم. اسپک من چی شوم؟ تو باشی آدمی بد میشبی. یا خدایا من چرا آدمی بد میشدم؟ لیو آدمی بد شود؟ نمیشود. امکای پلیس آدمای بد نمیشود. راست میگه. تو آدمی بد هستی. من تو را دستگیر میکنم. کنی گوریز؟ یا خدایا فهمیدم. تمام. کنی بیا مایلش من آدمی بد من میشم. اسب میشم. کنی سوار شو. من به کدام طرف گریزم؟ این سو. خب کنی دستگیر کنید. ببینیم کنی گریختم. کنی به اینجا گذر. چه کشت بزنید من تو را میشکنم. بردارا بشنج. راستیست. این دو جنایتکار را در جای حادثه قپیده اینجا آوردم. هیچ کس از من نجات نمییابد. این شهر را تازه میکنم. من پلیسی حقیقی ام. باز همون پلیس دیوانه است؟ خاموش دهانت را میشکنم. رفته کمیسر لیونت را چیزم. حاضر. ما رو از این دیوانه خلاص. دیوانه گفتید؟ من پلیسی حقیقی ام. چی نشناختید؟ کنی دویدیم. پلیس دیوانه 2 نفر را دستگیر کرده آورده است. چی؟ دنبالای دیوانه؟ بله سردارم. من چیکار کنم منب؟ در اصل من چیکار میکنم؟ زهرا مرا دید. اگر به پلیس رود چی؟ نمیرود. خاطر نشو. یزنش میشه آخر. یزنکی هم مونده است. این رامان من پگاه رفته باید دلی زهرا را یابم. این چی خیل آشی پلاوی بی قلمفور است؟ آشپز قلمفوری تیز بده قربانت شوم. به من هم بده. خوشمزه میشود. رحمت سلامت باشی. به من هم ریز. اکیکان اون رو زن من به تلفن نرفت. دستانت رو میبندم. یا خدایا باز تو هستی پلیس دیوانه؟ چرا این آدم ها را دستگیر کردی؟ هم بردک به عقل بینیت در هر جا میخلانی پلیس دیوانه؟ من پلیس دیوانه نیستم. پلیس گریزه هم نیستم. من پلیسی حقیقی ام. در شهر حالا جنایتکارها بسیارن. پلیسی حقیقی آنها را دستگیر میکنند. دستگیر کنند. اکای میرزا وطن از پسش دستگیر کن. زود نگریزن. دستمون چی شد لطفا؟ تمام اینها را آزاد کنید. کلیدها در دست اکای میرزا وطن است. چی؟ ای قفوش بده و برا اکای میرزا وطن نام دارد. دستاتون بکشید بینه پای کارتون. چرا این خی کردی؟ از بالای زهرا شکایت کردی؟ احمد جان برای زهرا شده یکدیگر را نمیرنجانیم همه خیلی؟ چی خیلی؟ تو با من چی گپ زده ایستاده میلیس؟ تو نمیدونی که من زهرا را دوست میدارم؟ ما این رو با تو گپ زده بودیم. قول دادی که دیگر کاردار نمیشوی. سورپریز رو بدتر میبینی احمد جان. انا اون وقت حیران خواهی شد. دوست آمد
خاموش باش بی تربیه. سلام. تو تیراکاردار مباش. او است دیده وفادارتر است. دروغگوی افلاس. باز شرم نکرده با یزنه اون الان کار میکنی ها؟ او رو از محبس تو گریزاندی همین خیلی نه؟ تمام زهرا، تمام که باشد گپ زنم. مجبور شدم، فهمیدی؟ وضعیت مثل دیدت نیست. من به تو چی گفته بودم زیو؟ ها؟ این کارها رو میپرتای از بابایم پنهانی خونه دار میشویم، بعد او ما رو میبخشه نگفته بودم. تو چی کار کردی؟ رفتی آدم گریزاندی؟ زهرا تمام، قول میدیم که دیگر با این کارها سر و کار نمیگیرم، فهما؟ با دروغ رو سر کردی. زهرا دروغ نمیگویم. من کی به تو دروغ گفتم؟ ها؟ یعنی غیر از وقتایی که مجبور نشده باشم. نه. قول میدیم آخران بار بود، دیگر نمیکنم. مثل خواستت میشوم. برای باور کردن تو هیچ دلیل ندارم زیو. مرا همیشه پشیمان میکنی از بخشیدنم. او اینجا چیکار میکنه ده؟ چرا نپرسیدن میدراید این حریف؟ چی ها میگویم من؟ او باید با زهرا خونه دور شود تا که میلیس با من ماند. جنگ کرده ایستادند؟ اینها نباید جنگ کنند. اگر جنگ کنند خونه دار نمی شوند. من باید رابطه آنها رو درست کنم، آشتی دارونم. جوانا چیکار میکنید؟ باز جنگ داریدن؟ ولی به شما تماما نمیزیبد. شما برای یکدیگر آفریده شده اید، نرنجانید یکدیگر را. تو چی ها میگویی؟ جناب احمد لطفاً زهرا رو چقدر دوست داشتنت رو همه میدانیم. این جنگ های بی معنی رو یک طرف گذارید. هم زهرا شما رو بسیار دوست میدارد. اول این که من او رو احمد نیست یا میگویم. دومش این که چرا دوست دارم او یک دروغگو است. زهرا جان، این خیلی نکن. نازی بسیار عاشق رو خسته میکند. بین جناب احمد رو رنجانیده ای. یک به چشمان او نگاه کن زهرا. این چشم ها دروغ میگویند مگر؟ با این چشم ها نگر. این چشم ها مثل که برای دیدن تو آفریده شده. سمی تو چی ها گفته ایستاده ای؟ من حقیقت رو گفته ایستادم. این حقیقت است؟ او دوست است. کریم جان، عیب رو نمیدونی تو؟ در مقابل تو استاد محترم فرهنگ دین ایستاده است و این چونین شوهر آینده زهرا می شوند. زهرا دوست داشته ای من است. ازت دور باش. جناب احمد لطفاً شما بر او غضب نکنید. وقتش که رسید او نیز عشقی که شما نسبت زهرا دارید میفهمد. این چی میخواسته باشد؟ خیر جوانا، کی خونه دار میشوید؟ چی خیل خونه داری؟ من با خونه دار نمیشم. این چی خیل گپ است؟ من خانه دار نمیشم. او دوست است. دمت را گیر. داد نزن بکریم. دوست گفته ایستاده است. خیر بگو که خاموش ایستاد. عیب است؟ دروغ میگوید. دروغ است. بیزار شدم از جنگای شما. خانه دار شوید، زودتر رویدی. در کجایی که میخوای جنگ کردن گیریدی. خانه دار شوید، ما از پس کاری خودمون شویم. خدایی زهرا جان، با جناب احمد اینقدر دروش رفتار نکن لطفاً. میدونید که مشکلی شما در چی است. شما زیر یک بالی زندگی نمیکنید. اگر شما خانه دار شوید همه مشکلی هایتون برطرف میشود. ساعتی ویرانم وقت را درست نشان میداده است. آفرین به تو، درست گپ زده ایستاده. تو خاموش باش. اگر سمی میدانست که تو با من چقدر دروغ گفته بودی این خیلی گپ نمیزد. زهرا جان، همه دروغ میگویند. از همه مهمش عشق است. دیگرش بیهوده بربر است، لقلق زیادی است. همین را گوی سمی. به خدا در حیاتت اولین بار درست گپ زدی. به بحر افتیده مار را آغوش گرفتم. معلوم شد که اینجا سمی را آغوش میگیرم. سمی؟ تو خاموش باش. زهرا جان، خودت میدونی من تنها این را به تو میگویم که عشق در حیات به مقابل آدم تنها یک بار میبراید. دیگرش باشد تنها به مقصد آرامش یافتن است و تمام. فهمیدید؟ شما عشق را یافته اید، از دست ندید. آگاهتون کردم. خوش پیر شوید. ببین باز درست گفت. اصلا این سمی آدمی آنقدر بد هم نبوده است. البته گفته هایش به فایده تو بود، خیر نی؟ майла шакайканон, ман 2 соат пас онҷо мешавам. ба ҷаноби ҳиҷрӣ гӯед ки маро 1 дақиқа ҳам мунтазир накунад. мунтазир шудан намехоҳам. ман ба ту нишон медиҳам, муаззин.
گوش کن زهرا، این خیل نکن. اگر این خیل کنی مرا میرنجانی. تو حالا هم همینجا هستی یا محافظ را جیغ سنم؟ سنم زهرا جانم خوش آمدی. خوش باشی. خیلی شده بود که خبر نگرفته بودی. وقتهای آخر از نوارها گریخته به حیات طبیعی خود برگردم گفتم و یعنی برای دوستانم هم وقتی زیادی جدا کردن نتوانستم. به فکرم در وقتی ناموافق آمدم. نه سنم جان، بسیار در وقتی موافق آمدی. جناب زیا هم رفته ایستاده بودن. خساره بید جناب گفتی؟ مرحمت بشین. خوش آمدید. خوش باشید. زهرا جان، در خونم بعض چیزها و مبل‌ها رو تغییر دادن میخواهم. وقتی افتی به خونم بیا، همش رو به تو نشان میدهم. البته جانم. زهرا، مرا گوش میکنی؟ یک سوال پرسم ممکن است؟ هجری؟ این دختر زیباترین ترکیه نیست؟ دنبالای محله همین رو رد کرده بودن؟ دختر حالا هم از پشت معزین میدویده است. عاشق معزین شده است. حالا هم از پشتش میدود. تو همیشه از پشت من میگردی؟ من نزد استادم اومدم. در حقیقت دنبال من میگرده. سنم جان، تو مگر هجری را میشناسی؟ از کجا میشناسم جانم؟ یکی از همون پسرهایی که از پسم میگردن. نه، خطا کردید. هجری پسر نیست که از پس یگان زن بگردد. یعنی کی است پرسید که هجری از پس کدام دختر میگردد؟ استاد پرسم یا روم؟ اما هجری وقت ندارم، کار دارم حاضر. استاد با بابای برفی هدیه دادن و از او هدیه گرفتن جایز است؟ بابای برفی؟ بله استاد، یکم ینور میاد که ریش سفید دارد. ای هجری، از بابای برفی هدیه گرفتن جایز نیست. چرا استاد؟ چون که پسرم یعنی میدونی که عرف و عادت مردمی ما به یکدیگر هدیه دادن و گرفتن است، فهمیدی؟ اما بابای برفی از تریزه آهسته چخیلی کرده، بی سر و صدا در آمده هدیه را گذاشته، باز برآمده میرود. برای همین ما او رو نمیبینیم. وقتی که او رو نمیبینیم به او هدیه دادن نمیتوانیم. همین خیلی برای همین یعنی خیر استاد چیکار کنیم؟ یعنی از بابای برفی هدیه گرفتن لازم نیست؟ بله، گرفتن جایز نیست پسرم. اما گرچندی که من از بابای برفی هدیه نگرفتم، تو گرفته ای؟ به خدا هنوز نگرفتم. نگرفته باشی بگذار رو. چرا میپرسی؟ فهمیدم استاد، خدا از شما راضی باشد. رحمت. از هممون راضی باشد. همون خانم سنمی که میخواد با من واخوری کند شما هستی؟ با چه مناسبت؟ چه خیلی واخوری؟ اینجا خطاگیر شده است. زهرا جان، او رو نمیشناسم. کی هستیم؟ هجری ما. حالا که همین جایم چیزی که گفتنی هستی همینجا بگو، بعداً زحمت نکش. چه خیلی زحمت میکشم؟ من شما رو نمیشناسم. خیلی میلش، به این هم از شما خوشم نآمده بود. باز واخوری بین ما نمیشود. تمام دیگر ما نمیخوریم. یک لحظه تو من رو رد کردن نمیتوانی، فهمیدی؟ تو خود رو کی میحسابی؟ با من این خیر رفتار کردن نمیتوانی. زهرا جان، بسیار عصبی شدم. بعدا با میخوره مالش. کنی اینجا بیا. یا خدایا، هجری رو بین از پشتش چه دخترها میدون. حلالش باد. من هم تو را رد میکنم جانم. رو از اینجا. چرا ما رو پیش کرده ایستاده؟ تمام گفتم که مثل خواستت میشوم. وعده میدیم. دوست است. خاموش باش. کریم رو شنیده. خیز رو از اینجا. ای زهرا، ایست گوش کن. مرا از برای خدا مرا گوش کن. چه خیلی که گفتم همون خیلی شد جناب کنعان. جناب شوکت آدمی رو که نام ما رو در زمین نوشته بود زده بیهوش کرد. آفرین به شوکت، مثل گربه موش رو دستگیر کرده است. یعنی بچه ده حلالش باد. آفرین. مرا بینید، شوکت رو جیغ زنید نزدم آید ما برای هر دوی ما 2 تا قهوه بیارد. برای من تلخ نآورد. آفرین به شوکت، خان زند. اکه کانون در کابینتش قطعی عروض شدگه میگه ده قهوه بیارن. شرف شکلات ابقا پولی اینها رو بیا بره گیره زهری بدن تو شوه. در دفتر می نویسم در نام یکی کنم.
وای کنانی دیوانه فهمید است که من بانو را دوست می‌دارم. گوش مرا میکند. کندنی باشد کنی کند. هیچ گپ نیست بچه‌ها. یه پشر زدم. کنانی دیوانه، من تو را در نزد بانو نکشم، نامم را میگردونم، نامم شوکت نباشد. مغز سرت را در نزد بانو پاش میدیم. در کجاست وای لعنتی؟ تو را میکشم و خونه که از سرت میبراید مینویسم بانو تو را دوست می‌دارم. چیزی نیست بچه‌ها. در اینجا یک نمایش تیار کرده ایستادم. چرا با خونی تو مینوشتم عشقم را؟ با خونی افلاس عشقم را افلاس میکنم. تو را میکشم کنعان، چیکار کردنم را میدونم. بیا اول بازن ها خیزمن میرسونم تایلاق. رحمت با کجا میگروزی پسرم ها؟ با خدا اکم ایران گروی بانو بیزارم. بخشیدم مورد تو اکا. دادری من شدی. برای خانم بانو شده اون ابله رولتو کب کرده. چه خواهشی داری از من بخواه؟ چی گپ باشه؟ کاری نکردم، وظیفه هم را اجرا کردم. آفرین با تو. من خودم میدونستم تو مردانوار رفتار کردی. حلالت با شیر بچه. تاقه کفون کردی اکا. شیر بچه ای من. تالی هم اون را بینه. آدم میره که باید کشم او را رفیق نزدیکم کردم. خنده های تو شیطان رو من همش رو برای تو کردم. چه زیبا میخندی. اکا کنان آشد شوم میمون. سلام آفرین. برای تو شده قاتل میشوم چیکار کنم؟ و خدا قسم میخورم که برای تو شده قتل عام میکنم. حالا ببینی مثل سگ وفاداری حلالت باد. خوش شوه اکا جان. خوشی. این خر بچه شیر بچه شد. سومن دخترم تو حاضر با اکا هاید رو میلش ما بعدن مادرت رو یفته تو رو با اون میدهیم. پروا نکن میلش. اما من میخواهم همینجا منتظر شوم امک پلیس. باز من را در آنجا که افسانه نقل میکند. من نقل میکنم دخترم. من قول میدیم که با اونجا آمده برای تو افسانه میگویم. تو مرا دوست نمیداری امک پلیس؟ من قربانی تو میشم. چه خیلی دوست نمیدارم. تو رو بسیار دوست میدارم. این خیل باشد چرا من را میفرستانی؟ من اینجا کار دارم برای همین. یعنی اما در آنجا هم بسیار دوگانه ها خواهی یافت. با آنها بازی میکنی. فهمو؟ من با تو قهری. قهر نکن.
میرزاوطن در سر چنبرک بشین اکابر سنبقه در جای که میرزاوطن بیست یک طرفیست ماشینا در کنار راه من کن یه مرد که تو نمیفهمی یک طرفیستا سومان بیا دخترم ترسیدی؟ نه ترس من تو را تنها نمیگذارم تو خونه خوردی؟ اینو پوش خونه نخور برای از این کارها دور شدن و جز گرفتن سلاح از دست بران چاره دیگری ندارم وگرنه زهرا رویم رو نگاه نمی کند پیشتر وقتی که تو را از دست پلیس می گرفتیم سلاح ها رو عوض کردیم به خانه در آمده ایزی انگشتت رو گرفته بودیم با دخالت ما پلیس برای دستگیر کردن تو دلیل ندارد البته عین حال آن این آینده تو رو حل می کنه اگر آن سلاح را نگیرم از دست آن آدم خلاصی ندارم برای خانه دار شدن به زهرا لازم شود حتی بران را از بین میبرم جناب کалтакелас америкоиро накуштааст барои дӯстдоштаашро аз дасти америкоиҳо наҷот додан ӯро бурда бозпас супурдааст чӣ кор карданамро мехоҳед духтарро бисёр дӯст медоштааст ҳамин хел менамояд калтакелас ки америкоиро накуштааст мумкин аст ки ба тарафи мо низ ҳамлае кунад одаме ки заифӣ дорад ҳамлаҳояшро ба ҳисоб нагирифтан осон аст کرده نتوانستم رهاش نکردم با دختر وعده دادم که مادرش رو میابم تو پیدا کردن مادرش همراه من میماند به خدا لیوا میدونی چی همین تو از راستی قلبی پاک داشته ای برادر باور کن آدمی بهترین هستی گمشم جا طرف نکه ایزا کشت به خدا کاری خوب کرده ای حلالت با دست دارود خنده من خدرات بگی نرست دسته بگی اپاش با تو لیباسی فساد میپوشوند اپاش کنی بیپوش بسیار زیبا بوده است ای تختلک خسولا بخلو بخی خیلی کن یکون توفلی یکون چیز زمستانش بپوشون چه خیلی میشه بگی یک التماس این تختل چه خسولا که فسان کن بیاد زیبا شدی اوه معقوله چی؟ معقولم شد دختری خاله یک پاپوش یک شبکه یک کلاس بپوشون بسیار زیبا شده سوپ سرخک چخل معقول شد؟ معقولم شد کودک رو ببین شوکت میگویم با یگون مسیح رفته درکت نماز شکرانه خونیم دعا کنیم شاید مادر سومان برای یافتن او میآید ها چخیله میرویم برادر میرویم دعا میکنیم این زیباچه را ببین پولی لباسا را در گجاتون حساب کتاب کنیم دختر خاله در خزینه سپارید بیا خوشی چکنی بیا کنی دویدیم از زیباچه من بسیار زیبا شده رفتیم
زودتر باشید شاگردا. هجری امری معروف را آغاز کرده است. ما هم کمی تقوایمون را زیاد کنیم. زود باشید. Картакелес аз хонаш бар омад. Ман тарафи хонаи барон меравам. Тамом. Сардор. Картакелес аз хонааш баромадааст. چی کار کردنمون رو میخواد؟ کلتاکیلس را از بین برداریم؟ نه اول دانستنم لازم است که بران از پسی چی است. بعداً با دستان خودم این بیعقل از کجا پیدا شد بازه؟ مسجد در اومده من چی؟ ای خدا لعنت کند آنها نیز به مسجد اومده ایستادند. صابونی من لباس نشوشته‌ای مرارت کردن چی بوده است به تو نشان میدم. به نام خداوند بخشنده مهربان. محترم جماعت، ایمان آنقدر جوهر نایاب است که کسی صاحب آن باشد به هیچ چیز احتیاج ندارد. این واقعه بین حضرت هاجر مادرمان و پسرش حضرت اسماعیل از طرف خدای مهربان برای ما همچون عبرت امتحان شده است. سالهای دراز برای صاحب فرزند شدن حضرت ابراهیم نزد خدا دعا میکرد و نهایت از مادرمان حضرت هاجر و حضرت ابراهیم پسری به دنیا می آید که نامش را اسماعیل میگذارند. از بین 2 سال گذشته بود که خداوند به حضرت ابراهیم امر کرد که همسرش و پسرش حضرت اسماعیل را گرفته به بیابان یعنی خانه کعبه حاضره برده در آنجا رها کند. این برای حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار امتحان سختی بود. همسر و پسرش را در دشت و کوه رها میکرد، ولی برای حضرت هاجر مادرمان امتحان سختری بود. اما جماعت محترم، این امر خداوند بود. این جداگی، این تنهایی را او خواسته بود. حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ شک و شبهه نکرده همسر و پسرش را برای انجام امتحان گرفته به راه برآمد. وقتی که به پشتش گشته نگاه میکرد، حضرت هاجر به او صدا زد: ای ابراهیم، چرا ما را در این دشتی بی آب و بی آدم تنها گذاشته می روی؟ حضرت ابراهیم پیغمبر جواب داده نتوانست. حضرت هاجر مادرمان تکرارا پرسید: یا اینکه از طرف خداوند تو امری شنیدی؟ حضرت ابراهیم گفت: بله، خدایم امر کرد که شما را اینجا رها کنم. همین را شنیده حضرت هاجر گفت: بیروی ابراهیم، مادامی که این امر خداوند است، او ما را در این بیابان هرگز تنها نمیگذارد. برادران، ایمان حقیقی این است: وقتی که امر خدا را شنیدی، برای اجرای آن حتی از همه چیز دست میکشی. انا این خیر ایمان مستحکم راه ما را روشن میکند. آن زمانها در مکه کسی زندگی نمیکرد، دشتی بی آدم بود. مکانی که حضرت هاجر و پسرش را رها کردند خود حاضره کعبه ما است. بی آب، بی آدم، یک دشتی سوزان و خالی بین کوههای بلند و گرم خطرناک آنها قرار داشتند. دوستانی عزیز، در بین آن کوهستان گرم و پرخطر بی کس و تنها یک زن و یک طفل چخیل زنده میمانند. حضرت هاجر پسرش را با توشه های گرفتهش سیر میکرد، ولی بعد از مدت توشه و آب تمام شد. هاجر مادرمان شیرش خشکیده بود و آن طفلی که هنوز 2 سال داشت، حضرت اسماعیل، از گرسنگی و تشنگی از جایش نمی جنبید. حضرت هاجر مادرمان این حالت پسرش را طاقت نکرد. وقتی که نزد خدا با زبان و دلش دعا میکرد، در نزدیکیشان کوه صفا جایگیر بود. حضرت هاجر با امید دریافت آب یا کمک دویده رفت، اما نه آب یافت و نه کسی را دید. در همین وقت صدای گریه حضرت اسماعیل همه جای را فرا گرفته بود.
ҳазрати ҳоҷар бо як ҳоли бечоравор аз кӯҳи сафо поён шуд. ба тарафи кӯҳи марва давида баромада рафт, вале он ҷо низ ҳеҷ чиз наёфт ва такроран ба тарафи кӯҳи сафо давид. бо як ҳоли табоҳ дар ҷустуҷӯи кӯмак 7 бор рафту омад. ҳазрати исмоил аз гирияи зиёд монда шуда буд ва садояш намебаромад. муҳтарам ҷамоат, ҳазрати ҳоҷар дар дашти сӯзон бечоравор тани танҳо буд. не обе дошт, не хӯроке дошт, мисле ки ӯро ҳама тарк карда буд. ҳазрати исмоил дигар тоқат надошт, нафасҳои паст мегирифт. ҳазрати ҳоҷар дар байни кӯҳистон бо худояш тани танҳо монд, ба ӯ паноҳ бурд. худаш ва писарашро ба худо таслим кард, гирьяро шурӯъ кард. оби дидаи ҳазрати ҳоҷар ба рухсораҳои рангпаридаи ҳазрати исмоил меафтиданд. ҳазрати ҳоҷар ва ҳазрати исмоил дар байни кӯҳистон бисёр гурусна ва ночор монданд. ана дар ҳамин замон худованди таоло ба хоки хушк амр кард ки садои обе баромад. ҳазрати ҳоҷар рӯяшро гардонида дид. маконе ки ҳазрати исмоил бо пояш мехалид, аз хоки хушк об мебарояд. бешубҳа ки худованд ба ҳама кор қодир аст. ҳазрати ҳоҷар ба хушҳолӣ ба саҷда рафт. тарсид ки ин қадар оби зиёд беҳуда сарф нашавад. замзам садо зад. зам калимаи арабӣ буда маънояш ист аст. ин оби муборакро ҳоло ҳам номе ки ҳазрати ҳоҷар гузошта буд бо он ном мебаранд. ҳоҷар модарамон об нӯшида сер шуд, ташнагиашро рафт кард ва ба ҳазрати исмоил об дод. паррандаҳо дар болои замзам парвоз карда, корвонҳо об гирифта, ҳазрати ҳоҷар ва ҳазрати исмоил наҷот ёфтанд. баъдтар дар гирди он об одамҳо ҷамъ шуда хона сохтанд. ҳазрати иброҳим ва писараш ҳазрати исмоил қиблае ки мо тарафи он саҷда мекунем каъбаро якҷоя сохта бино карданд. пайғамбаре ки раҳмат бар оламиён аст, пайғамбари мо ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҳам дар ҳамон макон ба дунё омад. пайғамбар низ аз насли ҳазрати исмоил алайҳиссалом ба дунё омад. муҳтарам ҷамоат, аз ин қисса ҳиссае ки бояд гирем ин аст: худованди таоло бандагоне ки имон меоранд, ба ӯ паноҳ мебаранд, раҳмату неъматашро ба онҳо арзон медорад, онҳоро ба роҳе ки ба худаш мерасонад раҳнамоӣ мекунад. фаромӯш накунед ки имон бошад, имкон ҳам ҳаст. худованди карим ба ҳамаи мо мисли ҳазрати иброҳим ва ҳазрати ҳоҷар ба амрҳояш таслим шуданд ва имони мустаҳкамро насибамон гардонад иншоаллоҳ. худованд дуои ҳамаи моро қабул кунад. آمین یا رب العالمین. رفتیم شیرینکی من رفتیم. شیخو تو سما رو نگاه کن، من یک کاری خردک دارم، حضور میآیم. چی شد؟ به کجا می روی؟ من اونالی سردار مسکون منافق، من رو در این مسجد دیدم. لیبا بیامون برادر، کسی دیگر رو مانند او خیال کرده ای؟ نه اچ که من فریب نمیکنه. التماس تو سما رو نگاه کن، من در رو رفتم میام. من سما جا خشیلی نک من. یک طرف عربا. چیزی شود نشود آن سلاح را گرفتن لازم. به این هم نمیدانیم آن آدم با چه کارها مشغول است. شفقت تو با این چورچشمک کی بود رفیق شدی؟ چی دانم؟ الان دخترک سبب دوستی ما شد. این کودک از کجا برآمد؟ اوهسته میافتونی ابله. این نمیافتونم، من مادرش هستم، من تولدش کردم. یا خدایا من چی دانم؟ نزد لیو اومدم این دختر رو دیدم، پدر مادر نداشته است، نگاه و بینش میکرده است. رو به نزد او رو. یا خدایا تو رو حاضر میبینی که از این طرف لیو اومد. رو زود باش برای گمشه. اصلکی من کنی بیا، من تو رو میخرم. اصلکی من چقدر شیرینی. حالا قپیدی او رو. این منافق کجاشه؟ این خیلی آدم نیست، تو خیال کرده ایستاده ای، خواب دیده ایستاده ای، تو ما رو باور نمیکنی. من این کارها رو، این دختره که زیبا رو چیکار میکنه؟ باز با امنیت نمیبری ها؟ چه علاقه دارد؟ تا وقتی که مادر سومن پیدا نشود، سومن در خانه من میستد.
شیرینکی کنی از بالای اسب بالای خر پریدیم با شیرینکی من خودی کذابت نداد خی به نام خدامو منافق با چشمای خودم دیدم. بچه خیالی شیدگی هیچ خیلی خیال. هجری برادرم اینقدر نصیحتی خوب کردی دهانت درد را نبیند. اگر باز خاندار شوی کو باز هم زیباتر می شود. بخیر باشد کیکانون. سلام خانم، شام بخیر، خوش آمدید. تشکر زیاد کیکانون. خیر من شما را تنها گذارم، شما بین خودتان گپ دارید. کیکانون من هم با شما می روم. نه داملا تو همین جایست ایست و خوشت آید. خب خوش باش داملا، خوش باش. جناب هجری از امر معروف شما خوشم اومد، تاثیرم کرد. بیبی من هم سرش رو می پوشند. این رومال از نام بیبی هم به من مونده است. همیشه نماز میخون. رحمتی خدا رحمتش کند، مکانش را جنت کند انشالله. از شما یک سوال پرسم ممکن است؟ در وقتی روزه‌دار بودن لب سرخی مولیم روزه میشکند؟ میشکند؟ من از شما میپرسم میشکند؟ پرسیدنم لازم. از کی؟ از استادم. باز چی شده؟ این باز مرا رد کرد؟ مرحمت چی خدمت کنم؟ من درباره تشخیصی بتا معلومات گرفتن میخوام. آیدی چیش میخواید معلومات گیرید؟ تشخیصی ساخته آماده کردن در کار. نفهمیدم. برای فهمیدنتان کافی است. تشخیص بعد از یک هفته میبراید. برای شما کی لازم است؟ 5 روز پس. فهمو. بهترین کو. خدا لعنت کند. نیست. حتما اون رو یافتن لازم. نجوم سلاح در کجا است؟ بگو سلاح در کجا است؟ گپ زد سلاح در کجا است؟
میگویم ای آدم سلاح در کجا است؟ نجنب. به شرطنامه امان خیانت کردی، جزایش را خواهی گرفت.